دیگر گفته است نگاه کردن در نماز چی ضررها دارد که بعضی نمازخوانها در نماز به بالا و راست و چپ نگاه میکنند. در نماز وقتی که تحریمه را که انسان تحریمه را که بس الله اکبر که گفت، دستها باید کف دست به طرف قبله باشد. این خیلی نه، کف دست به طرف قبله باشد که همین کف دست فردا روز قیامت شهادت میده که من به طرف قبله بودم، دنیا را پس پشت کردم، رو به خدا آوردم. تکبیر تحریمه را که بستی در حساب گویا تو در دنیا نیستی، آدم زنده نیستی. به چی خاطر؟ گپ زدن حرام، خوردن حرام، راه گشتن حرام، لباس پوشیدن حرام، او را برکشیدنش حرام، خندیدن حرام. همه افعالی که برای آدم جایز است، تکبیر تحریمه را که بسی برای نمازخوان ناجایز است. اون در دنیا نیست، در نزد خداوند جل جلاله و خدا راز نیاز میگوید. در حالت قیام جای سجده را باید نگاه کند، در حالت رکوع پشت پا را نظر کند، در حالت قعده بر کنار خودش نگاه کند. این طرف اون طرف نگاه کردن یا به بالا نگاه کردن به همین خاطر است که در بعضی فتواها هم گفتگی است که به طرف قبله هر چیز ماندنش مکروه است، کراهیت دارد. حتی همین صورت‌های خانه کعبه هم به طرف قبله ماندن همین هم مکروه است، چون که نمازخوان نظرش با اون هفته و هشت باو شود. باید که همه خالی و دیوالی سفیدی پاک باشد. وقتی که بنده نگاه کرد، حدیثی انس بن مالک رضی الله تعالی عنه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث بیان میکند که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، که پیغمبر به انس بن مالک گفت که یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاة فان الالتفات فی الصلاة هلکه، رواه ترمذی. که پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس بن مالک گفت که یا بنی، گفت ای پسرکم، ای پسر جانم، گفت ایاک، احتیاط بکن، پرهیز بکن از التفات کردن، نگاه کردنی در نمازه به این طرف و اون طرف. فان الالتفات فی الصلاة هلکه، این طرف و اون طرف نگاه کردن هلاکت تو هست. هلاکت به چی معنی است؟ هلاکت به معنای هست که اون نماز گردانده به سرت میشپن. نمازخوان بغیر از جای سجدش به دیگر سه باید نگاه نکنه. اول نمازخوان نگاه میکنه صفای پیشبیدگی کی در چی حالت است، کی چه خیل نماز میخونه، بعد میگه فلانی خیل نماز خون، بهمدانی این خیل نماز خون. تو در کجا بودی که اینها را دیدی؟ بگه در نماز بودم. چه خیل نماز خونده که تو همه را دیده؟ زمانی که مجنون از عشق لیلی وقتی که به قرار حاد دیوانه کشید، به خانه کعبه بردنش که حج بک طواف بک، شاید که همین دردی تو دوا بشود. در گرد حرم به پیش یک نمازخوان گذشت که او با مجنون نگاه کرد، گفت که ای دیوانه، گفت به پیش نمازی ما گذشتی، نمازی مرا بریدی. گفت که نه، گفت تو نمازخوان نبوده، تو عاشق خدا هم نبوده. اگر به پیش تو هر چیزی که گذر کنه نکنه، تو باید که دیده های دلی تو همه باید که مستقیم به خداوند جل جلاله باشد. تو وقتی که مرا دیدی که به پیش نمازی ما گذشتی، گفتی پس تو عاشق خدا نیستی، نمازی تو قبول نیست. گفت نمازخوان همون خیلی نمازی بخونه که به مثل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، که حضرت ابوبکر در نماز پیشتر آمدنش مردم نمیخواستن به خاطر که نماز از تکبیر تحریمه تا سلام دادن و حکک زدن گریه قطعی میخوان از ترس خدا را. هر یک آیه متبرکه قرآن که تلاوت میکرد دل جگرش همش آب میشد، آواز قرائتش نمیفهمیدن. به همین خاطر عایشه صدیقه میگه که پدر مرا مردم امامتش نمیخواستن و خاطر که قرائتش نمیفهمیدن. حتی که 6 صف از قفا میگه تپیدن دل حکت حضرت ابوبکر صدیق به گوش مردم میرسید، نماز ای خیلی میخوان. ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان العبد اذا قام فی الصلاه. ابو هریره میگه که رسول خدا، حبیب خدا گفت که وقتی که بنده قایم در نماز که بشوه،
فانه بین عینی رحمان تبارک و تعالی، او روبروی خداوند جل جلاله است وقتی که قایم در نماز شد. فاذا التفت قال له الله تبارک و تعالی، وقتی که روبروی خدا باشد، وقتی که سجده کند، از ساجد و یسجد علی قدمی رحمان، همین خیلی هست که نمازخوان که سجده میکنه بر قدمهای پروردگار، همین خیلی نمازخوان هست که نه که روبروی پروردگار ایستادگی است، دستها پیش برگرفته به ادب به جای سجدگاه نگاه کند. در حالتی که بنده این طرف او طرف نگاه کرد، خداوند جل جلاله میگه که یا ابن آدم الی من تلتفت، ای فرزند آدم تو به کجا نگاه میکنی؟ الی خیر منی، آیا از مد بهتر خدای هست؟ از مد دیگر آفریدگاری هست که تو به این طرف او طرف نگاه میکنی؟ خدا به بنده میگفت است یا ابن آدم، خدا میگه ای فرزند آدم اقبل علی صلاتک، پشت نگاه که نماز به آرامش دل بخون. فان خیر لک ممن تلتفت الیه، من بهتر هستم از اونی که تو به او نگاه میکنی. حدیث قدسی خداوند جل جلاله همی خیلی گفته است. از این رو نگاه کردن به راست چپ و بالا پایان نشانه سیاهی و غفلت دلی همون مسلمان است، اون نمازخوان هم نیست. اما چنان از آیات قرآن دور ماندیم که در زمان صحابه یک نفر که تلاوت میکرد همه گوش میکرد، چنان خاموشی بود که گوش میکردگی ها از تلاوت قرآن لذت میبردن، حتی که میگفتن که دوامش بتی. حتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خودش از صحابه گوش میکرد تلاوت قرآن را. از تلاوت کننده در گوش کننده بسیار لذت میبرد. زمانی که معنای قرآن بدانه، معنای اون آیتی که خدا در قرآن میگه بدانه، نه اینکه از آیات قرآن بیخبر و ناآگاه که باشد. امام تلاوت میکند هشی مقتدی در کیم کجاست؟ در بازار هست، در صفحه پیشبدگی هست. از این رو در این زمان ما از قرآن دور موندیم، از تفسیر دور موندیم. بجای سخن خدا در قرآن یک سخن یک مسئله را مردم سر کار میگیرد که او به مسئله به هیچ کسی لازم هم نیست، در کارم نیست. خدا در قرآن آیه را فرستاد فرض گردانید، امر خدا ماندگی یک امر مستحب را مردم کفته میگردند.